آیا باری هم دیده نفری را که از وارد شدن به جنت خودداری کند؟ بعد از شنیدن این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین شخص برایت معرفی می شود. خوب گوش انداز. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همه امتیان من وارد بهشت می شوند مگر کسی که امتناع ورزد و از وارد شدن به جنت خودداری کند. صحابه عرض کردند که ای رسول خدا، چه کسی از وارد شدن به جنت خودداری می کند؟ یعنی آیا هست نفری که از داخل شدن به بهشت خودداری کند؟ فرمودند هر کسی از من اطاعت کند وارد بهشت می شود و هر کسی که از من نافرمانی کند در حقیقت از وارد شدن به جنت خودداری کرده است. روایت بخاری. برادران و خواهران عزیز، آیا می خواهید داخل بهشت شوید؟ البته هر فرد مسلمان می خواهد که داخل بهشت شود، ولی فراموش نکنید که برای داخل شدن به بهشت باید اطاعت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کرد. برادران و خواهران عزیز، شما که مسلمان هستید و می خواهید داخل بهشت شوید، پس چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را اطاعت نمی کنید؟ آیا بینمازی و بی‌حجابی، دشنام و حقارت‌های فحش، ریزاندن آبروی دیگران، پهن کردن رسم و نوارهای فحشا، با لباسهای تنگ و نیم برهنه خود را به نمایش گذاشتن و مردان را بیقرار کردن، اطاعت نکردن از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیست؟ برادران و خواهران عزیز، شما با این کار خود اطاعت از شیطان می کنید، نه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. با این کردار خود از درآمدن بهشت خودداری می کنید. چرا بر جان خود ستم می کنید؟ متن عربی حدیث چنین است: عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول الله و من یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقد ابى. رواه البخاری.